به نام خدا. برنامه اکسس. خب دیتابیس به نام استودنت بود نه. خب ببین هر دیتابیسی که در اکسس باز میکنین یا هر بار که اکسس باز میکنین دیتابیس و بعد این گزینه براتون میآید. دیروز هم دیتابیس های آماده که ما باز میکردم اما قبلا کار شده بود نه و بعد رن نمیشد، هم استاپ میشد تا اینی رو کلیک نمیکردم. یعنی اینیبل کانتنت رو باید هر بار کلیک بکنی. حالا خود تاثیر نداره در این دیتابیس. دیروز دیدن رو دیتابیس ها اون فیصدی که داشت خط سرخ حرکت نمیکرد نه تا ما بالای کلیک نمیکردیم چون اونمو حرکات تو اون خط سرخ و نمبر توسط کد ساخته شده. باز کد رن نمیشد، از اون خاطر روی خط حرکت نمیکرد، اجرا نمیشد. یعنی دیتابیس یک کد داشته باشه حتما بالای کلیک بکنید. خب بهتر است همیشه عادتتان شوه که هر بار اکسس باز کردین یه ایگنور نکنین، یعنی کلوز نکنین. از اینجا هر بار اکسس باز کردین حتما انیبل کانتنت کلیک بکنید تا تمام بخش‌های دیتابیس خصوصا ماکروها و کدهایی که کار شده فارماک بگرامش کد کار شده اونا فعال شه. خب اینجا یک تیبل است به نام استودنت. خب من دبل کلیک میکنم، تیبل باز میشه. خب تیبل دیروز ساخته بودیم، یعنی امروز میخوایم ریلیشنشیپ بین تیبل ها رو بخونیم، ارتباط بین تیبل ها، چون اصل دیتابیس ریلیشنشیپ است. درسته؟ اگر بین اجزای دیتابیس یا آبجکت های دیتابیس در بین آبجکت های دیتابیس اگر ریلیشنشیپ وجود داشته باشه، ریلیشنشیپس بفرمایید، ریلیشنشیپس اگر وجود داشته باشه خب میتونیم برش بگیم دیتابیس. اگر نداشته باشه دیتابیس ناقصه، دیتابیس کامل گفته نمیتونه. باید بین اجزای دیتابیس ریلیشنشیپ باشه. یعنی ریلیشنشیپ از تیبل ها با وجود میاد. باید تیبل ها رو با هم بتونیم جوین بکنیم و بعد تا اینکه یک ریلیشنشیپ بین از اونها با وجود بیاد. درسته؟ تیبل ها رو با هم جوین بکنیم. خب اینا برای جوین کردن تیبل ها پس من تیبل کریت رو باز میکنم. کریت که آمدیم و بعد تیبل جدید باید بسازیم. تیبل که مثل از یک بار دیتا انتری شده باشه. یعنی ببین یک نفر اینجا ثبت نام شده نه. ببین که برای هر رو از تیبل روی که پر باشه، یعنی روی که پر باشه قسمی برایش میگم ریکارد. ببین برای هر روی از دیتا معلومات در تیبل میگم ریکارد. یعنی یک ریکارد اینجا وجود داره. پس اگر داخل تیبل ریکارد ثبت شده باشه، دیتا انتری شده باشه، کسی معلوماتش رسیده باشه، دیگه بازو تیبل ریلیشنشیپ با دیگه تیبل ها برقرار نمیتونه. البته در اکسس هم محدودیت هست، دیگه برنامه میتونه است پس آن هم میشه. یعنی پس اول همین تیبل ها رو که میسازیم باید ریلیشنشیپش هم اول ایجاد بکنیم با مساختن تیبل، باز بعد میتونیم دیتا انتری بکنیم. خب برای این کار پس میریم تیبل کریت و تیبل دیزاین. خب تیبل دیزاینی که باز کردیم، تیبل دیزاین که آمدیم، بعد چیکار نمیده اینجا؟ میم در قسمت فیلد نیم. درسته؟ اینجا گزینه چی است؟ فیلد نیم. خب در فیلد نیم نوشته میکنم که چی باشه؟ آیدی باشه. درست؟ در فیلد نیم مینویسم تیبل اول میگم آیدی باشه. بله. و بعد دیتا تایپش نمبر انتخاب کنم. این از کیبورد که پریس بکنم چی انتخاب میشه؟ نمبر انتخاب میشه. باز بعد از نمبر آیدی، خب نمبر باز بعدش چی باشه؟ بعدش کورس چی نام باشه، استودنت نیم باشه. یعنی شارت تکست میگیرم و بعد باز کورس باشه. درست؟ دیرم شارت تکست میگیرم، بعدش هم فی باشه. یعنی سری بزن کرنسی انتخاب میشه. اگر انتخاب نکنی شارت تکست انتخاب میشه. ببین من تایم اون اولین دیتا تایپ شارت تکست انتخاب میشه. خب اینا دیتا تایم میگیرم و بعد باز اینجا فیلد دیگه میسازم به نام تیچر باشه یا اینستراکتور میسازم، مثلا اینستراکتور و بعد دیرم شارت تکست میگذارم. یعنی برای فیلد آیدیزی پرایمری کی میتونه. خب اگر پرایمری کی رو فعال نسازیم چیکار میشه؟ ببین کنترل اس کی پرس بکنم تیبل سیف شوه و بعد نام تیبل بگذاریم به نام استودنت. استودنت قبلا اینجا بودنه. خب من نام تیبل میگذارم که چی باشه؟ ادمیشن باشه. ادمیشن چون استودنت وجود داره نمیشه.
با اونم و بعد از اینجا اوکی پرس کنم. ببینم که اوکی بزنم باز اینجا ایرور میبرز میگه there is no primary key defined. یعنی میگه شما در این تیبل پرایمری کی استفاده نکردین، درسته؟ پرایمری کی استفاده نکردین. پرایمری کی که نباشه ریلیشنشیپ وجود نمیه، یعنی تیبل نمیتونه با دیگر تیبل‌ها ارتباط برقرار بسازه پرایمری کی که نداشته باشه. از اون خاطر لازم است همیشه یادآوری میکنه که استفاده نکرده باشه. خب اینا اگه من یس انتخاب بکنم ببین باز خودش یک رو درج میکنه به نام آیدی نمبر 1 و برای زو پرایمری کی میده. چه که پرایمری کی اینجا فعال میشه. یک کلید است پرایمری کی. یک البته سمبولی کلید داره دیگه. ببین علامه کلید اینجا اضافه میشه. پس هر فیلدی که این علامه کلید یا پرایمری کی رو داشته باشه یعنی فعال باشه روش. پس اینمی اونمو فیلد تیبل مثل آیدی نمبر 1 میتونه با فیلد تیبل های دیگه البته با یک یا با چندش ارتباط داشته باشه. درسته؟ خب اینجا خب ما آیدی داریم میره کار نداریم، پس من آیدی 1 انتخاب میکنم بعد میگم دیلیت روز بالا کلیک میکنم. درسته؟ این رو حذف کنم یس میگیرم این رو حذف میشه باز روی دیگه اینجا باقی میمونه. ببین آیدی است و دیتا تایپش هم نمبر انتخاب کردیم. بفرمایید بعد استودنت نیم است. خب اینا برای از این ما پرایمری کی استفاده میکنیم. برای فیلد آیدی پرایمری کی میده تا بتونه ریلیشنشیپ را با تیبل‌های دیگه برقرار بسازه. خب چرا آیدی دادم چرا نام ندادم؟ خب ببین چون آیدی که است یه خاصیت خوبی که داره یونیک است، نه تکرار نمیشه. مثلا پسان تو جستجو میکنی یا فرض که آیدی میای تو بالای مثبتش کلیک کنی تو نمیشه که 10 دونه نام باز شه، هر آیدی یک نام باز میشه. این خوبی داره. و دیگه همه جا که شما مورد بس آیدی است یا شماره فرم برش میگه خیلی جاها اون بس شماره فرم شما ثبت میشه در سیستم. اونجا نامم جستجو نمیشه، بعضی اوقات اینترنت سرعتش پایین باشه پیدا کردن نام مشکل میشه. خیلی دیتابیس آنلاین است. و بعد آیدی خوب است، عدد باز هم درجش آسانه، درسته؟ هم باز پرفورمنس دیتابیس هم بالاست در خواندن عدد کامپیوتر نسبت به تکست عدد زود پروسس میکنه. و بعد از اونجا باز زود جستجو میشه و پیدا میشه مشخصاتش. خب این پرایمری کی میتونه یک تیبل فقط میتونه یک فیلدش پرایمری کی داشته باشه. اگر این ما بیم روی چی فعال بسازم روی آی استودنت نیم ببین از آیدی پاک میشه. پس هر تیبل میتونه یک فیلدش پرایمری کی داشته باشه. البته در اکسس هم میتونه در برنامه مایکروسافت اکسس. برای دیگه برنامه که درست من نام بردم که اونام برای ساختن دیتابیس است نه. در برنامه میتونه بیشتر از یک فیلد در یک تیبل پرایمری کی یا قابلیت ریلیشنشیپ داشته باشه. خب اینو پس سیف مونم درست و بعد کنترل دبلیو بستم. اینا تیبل‌های دیگه هم میسازم سیکو یک بار تیبل باز بکنم استودنت چی بود نه ادمیشن بود درست. اینا یک چند تیبل دیگه ما کار دارم. یک تیبل کار دارم که مشخصات فردی محصله بگیرم. اینجا خود نام میگیریم دیگه. مشخصات فردیش مثل چی باشه؟ شماره تماس، عکس، ایمیل آدرسش درست. اونا میخوام در تیبل جدا باشه. و بعد بازینی دیگه چی باشه دیگه کورس‌ها رو تیبل جدا برش میگیریم. چرا؟ به خاطری که کورس تکرار زیاد داره نه تکرار میشه. پس یک وقت حتما نیاز میشه که ما باید آمار هر کورس جدا جدا معلوم بکنیم. مثل اکسل که کار میکردیم. سم اف کاونت اف میزدیم یا تیبل فیلتر میکردیم. و بعد تایم مشترک از تایم ما باید جدا بسازیم. اینستراکتور مشترک از جدا بسازیم. پس الان چند تیبل دیگه میسازیم 4 دانه تیبل دیگه. کورس، تایم، اینستراکتور، آیدی. برای آیدی البته. و بعد ما 4 تیبل با یک تیبل فیلدایش مرتبط میسازیم. که اگر در یکش ما آیدی نوشته کنیم فوراً در چند تیبل دیگه ما آیدی انتقال پیدا بکنه. خب الان گفتیم ریلیشنشیپ زمان برقرار میشه که تیبل خالی باشه. پس چیزی نمی‌نویسم تا ریلیشنشیپ بین از برقرار نشه. اینو بسته میکنم چنجی سی اس میگیریم. اینا باز میم تیبل کرییت درسته؟ کرییت که آمدیم بعد میم تیبل دیزاین. اینا تیبل های دیگر دیزاین. خب تیبل دیگه چی باشه اینجا؟ اونجا فیلد نیم بود. اینجا تیبل دیگه باشه. این هم آیدی باشه یا آیدی نمبر. و آیدی بود یا آیدی نمبر. دیتا تایپ از اون نمبر بود از این نمبر. ببین در ریلیشنشیپ ها که است نام فیلد فرق نمیکنه. ببین در اون تیبل آیدی بود اینجا آیدی نمبر. اما دیتا تایپ باید یکسان باشه. نمیتونه دیتا تایپ از این قسم دیگه باشه. باید یکسان باشه. آیدی نمبر.
بعد از باز چی است؟ نیم است، چی است؟ شما تماس درست فون باز نمبر انتخاب، چون بیاز نمبر میآید از خاطر. و بعد ایمیل آدرس زیر هایپر لینک میگیریم، نه درست خواندی. بعد فوتو چی میگیریم؟ ولی آبجکت انتخاب کنیم. بله ولی آبجکت برای فوتوی دیگه میرسیم دیگه فیلد داره کار داشتیم میتونی تو اضافه کنی. الان برای آیدی از هم پرایمری کی استفاده میکنه. این آیدی نمبر هم باید چی داشته باشه؟ پرایمری کی داشته باشه. اگر پرایمری کی نداشته باشه ریلیشنشیپ برقرار میشه ولی از نوی که روی نوی 4 بعد منیم از اون که ما میخوایم نمیشه. از خاطر هم باید پرایمری کی داشته باشه. و بعد سیو میکنه برام چی باشه؟ برام student p info یعنی personal info student p info. بعد رو کلوز. اینا دوباره باز میم تیبل کریت باز میکنم درسته؟ و بعد تیبل دیزاین. اینا تیبل های میسازیم که برای کورسه. خب چرا برای کورس تیبل بسازیم؟ اگه نه خب کورس هم اینجا و نام کورس نوشته میکنه. یک خوب گفتی به خاطر تجزیه میشه نه؟ کورس ها جدا میشه. تقسیم بندی میشه کورس ها. آمارش معلوم میشه پس هم. باز بعد از ببین کورس ها از خود مشخصات داره دیگه. مثلا این کورس اگه حساب دانشگاه باشه چند کردیت هست نه؟ چند کردیت تدریس میشه. چند کردیت تئوری داره، چند کردیت درس عملی داره. و بعد رفرنس هاش کدام است؟ کدام کتابات تدریس میشه. این از خود جزئیات داره دیگه. از خاطر باید تیبلش جدا باشه دیگه. مشخصاتش جدا باشه. یعنی نمیشه که اینجا تو بسازی. یعنی این جدول عمومی درسته؟ این جدول پس آن فرم ساخته میشه، چاپ میشه به عنوان بیل برای محصول داده میشه که تو ثبت نام شدی. عکسش اینجا زده میشه پس آن. یعنی نمیشه که تو در جدول ثبت نامش هم کورس‌ها رو ذکر بکنی، یعنی کتابی کورس. نمیشه که مثلا دو حتی معاش استاد رو ذکر بکنی. اینا باید جدا باشه. مثلا بخش فیس یک تیبل بخش مالی ساخته میشه، بخش اکاونتینگ مثلا. اونجا معاش استاد حساب میشه، مصارف حساب میشه. یعنی فیس مورد اونجا باز اونجا تقسیم بندی میشه چند بخش دیگه. از اون خاطر برای فیلدهای دیگه تیبل‌ها جدا میگیریم که معلوماتش جدا باشه. و بعد با اینجا ارتباط داشته باشه. خب اینا پس من اینجا نوشته میکنم کورس نیم درسته؟ کورس نیم و بعد شارت تکست چون کورس در تیبل ادمیشن دیتا تایپ شارت تکست و بعد اینا تعداد کردیتش چند کردیت تدریس میشه کردیتس این نمبر میگیرم درست و بعد رفرنسیس کتابای که تدریس میشه کدام است رفرنس هایش کدام است دیگه هر معلومات که خواستی مثلا کمپس در کجا تدریس میشه در کدام کمپس کدام شعبه آنلاین است حضوری است نویت چه کلا همین چیز ذکر می‌کنیم موضوعاتش خب مشخصاتش این درس پس من برای کورس نیم پرایمری کی اینجا اضافه می‌کنم پس من تیبل دیزاین پرایمری کی را فعال می‌سازم چرا چون تیبل فیلد کورس در تیبل ادمیشن پرایمری کی نداشت باید داشته باشه بدون پرایمری کی دو تا فیلد با هم لینک یا جوین نمیشه ریلیشنشیپ بر نمیگیره باید حداقل یکش پرایمری کی داشته باشه خب اینا کنترل سیو میکنم برام چی باشه با نام کورس اینفو برام کورسیس باشه کنترل دبلیو کلوز میکنم اینا من برای تایم هم میسازم تیبل دیزاین اینجا نوشته میکنم تایمینگ مثلا تایمینگ و بعد دیتا تایم پس نامش مهم نیست فقط نوعیتش دیتا تایپش باید یکسان باشه خب در کدام صنف برگزار میشه می تایم کلاس هرچند این در کورس میایه خب ما اینجا نوشته میکنم یا لازم هم نیست که بگذاریم بس رو حذف میکنم برای ازیم باز من پرایمری کی فعال میسازم رو سیو میکنم با نام چی باشه تایمز خب اینو دیلیت بزن میگه نام زیر نگذاشتی کنترل اس با نام تایمز کنترل دبلیو بست اینا دوباره باز من تیبل کریه تیبل دیزاین دیگه بعد از تایم چی باشه تیچر بود نه تیچر نیم اینستراکتور شارت تکست و بعد دیگری مثلا درجه تحصیل استاد میرم شارت تکست و بعد شماره تماس استاد ببین استاد مشخصات جدایی لازم نیست که مشخصات استادم مناسب هم نمیگه تو در بیل ثبت نام محصول مشخصات استاد نوشته بکنی شماره تماس عکسش این باید جدا باشه دیگه از اون خاطر تیبل جدا اینا اگه عکس استاد خواسته باشه اسناد تحصیلیش میتونه اینجا فیلتر بسازه خب برای تیچر نیم هم پرایمری کی میتونم سیو میکنم با نام تیچرز باشه کنترل دبلیو بس حالا ببین چند تیبل ساخته شد
ادمیشن، کورسیز، استودنت اینفو، تیچرز، تایم، 5 تیبل. یعنی 5 تیبل قراره که با هم لینک داشته باشه، بله، ریلیشنشیپ داشته باشه. خب برای ساختن ریلیشنشیپ ها، ایجاد ریلیشنشیپ ها، تیبل ها باید خالی باشه. باز یادآوری میکنم تو حق نداره که به یک نفر ثبت نام بکنی یا کورس اینجا نوشته بکنی. یک کلمه هم که داخل تیبل تایپ بکنی، ریلیشنشیپ باز برقرار نمیشه. باید خالی باشه کلش. یک بار که ریلیشنشیپ ها را ست کردی، باز بعد میتونید دیتا انتری بکنی. پس اینال من برای ایجاد ریلیشنشیپ ها دیتابیس تولز رو باز میکنم، ده اینجاست ریلیشنشیپ و بعد ریلیشنشیپس کلیک کنم. ببین تیبل ها رو طرف راست اینجا نشان میدی. خب ادمیشن، کورسیز، استودنت از سابق بود نه، از دیروز بود، اضافه نمیکنم. استودنت اینفو، تیچرز، تایمز. تابل کلیک کن، دانه دانه ببین تیبل اضافه میشه. اینا دیاگرام هستن، شکل تیبل است، رسم تیبل درست. ببین به شکل کوچیک کوچیک نشان. خب تیبل اصلی این تیبل میشه. چرا؟ چون اولین کسی که یا تو بگیم کسی که اول دیتاش ثبت میشه، کسی که ثبت نام میکنه اینجا ثبت میشه نه. یا کسی که ثبت نام میکنه اول نامش میگیری، آیدی برش تعریف میکنی در سیستم دیتابیس، نام، کورس، فی، تایم، اینستراکتور. درسته؟ اینا رو که رساندی، باز بعد از اون موری مشخصات دیگرش، باز مشخصات یعنی چی میری فردیش میگیری، مثل شما تماس، ایمیل، عکس. یا خیلی کسا فرم میده میخوانه پوری کو عکس تسکیله و عکس خودم بیچسبان باز بیاره بر اسم اون. باز فرم که آورد، باز یک نفر هست اینجا، باز اون باز روی فرم اطلاعاتش در اینجا میرسه. پس اول دیتا در این انتری میشه، این تیبل اصلی میشه. پس اینجا میگذارم و بعد از این تیبل هم خب خیلی مهم است. خب بریم این طرف چپ کورس این کوچیک کو که جای زیاد نگیره و بعد تایمینگ هم باز من اینجا اضافه میکنم. یعنی تیچرز هم باز من اینجا قرار میدم. اینا شکل تیبل هست دیگه. و بعد استودنت پین فور اینجا انتری میکنم. درسته؟ یعنی ببین ریلیشنشیپ سه قسم است. دو قسم اصلی داره، یک قسم میشه از همین دو نوع ساخته میشه. ریلیشنشیپس. ببین ریلیشنشیپ سه قسم است. یکی است وان تو وان. وان تو وان است. وان تو وان هر دو تیبل باید فیلدش پرایمری کی داشته باشه. یعنی هم پرایمری کی اینجا باشه پیکر و هم اینجا باشه. هر دو تیبل پرایمری کی داشته باشه. یعنی سعی کدام تیبل هر دوش پرایمری کی داره؟ استودنت پی اینفو و ادمیشن. آیدی از این پرایمری کی داره، آیدی از این پرایمری کی داره. پس یعنی هر دو تیبل میتونه ریلیشنشیپ وان تو وان برقرار بسازه. خب وان تو وان هم مناسب از ایناست. چرا مناسب از ایناست؟ به خاطری که یک آیدی که اینجا ما برای محصل تعریف کنیم در وقت ثبت نامش، فقط در مو آیدی ما اجازه داریم که یک شماره تماس بنویسیم، یک ایمیل، یک فوتو. دیگه دو تا رو قبول نمیکنه. دو تا شماره تماس قبول نمیکنه. یعنی الان خیلی جاها در فرما دیدین که جداست، نه فونی یک نوشته است باز فونی دو. تو نیست که در یک باکس نوشته کرده باشه که دو دونه شماره تماس درج کنه. هر جایی که ثبت نام بکنین جداست فیلدش. به خاطر میست که ریلیشنشیپ وان تو وان در دیتابیس اجازه نمیده که تو در یک آیدی دو مشخصه درج بکنی. مثل تذکره میشه، نه هر نمبر تذکره مربوط به یک نفر میشه. تو نیست که یک نمبر به چندین نفر باشه. هم اونمو وان تو وان است، یک به یک. یعنی یک آیدی که تعریف کنی یک اجازه داره که یک فیلد بسازی. اونها باز اگه تو میخوای نه دو شماره تماس بگیری نه ممکن، یا واتساپش هم میگیری، باز اینجا باید فیلد بسازی، کالم جدا باید بسازی. در یک کالم اجازه نداری. یعنی دو بار در کالم دار اجازه میتونی اینجا دو شماره تماس درج کنی، یک سلش بگذار قبول نمیشه نه. دوباره نمیتونی که مثلا یک بار آیدیش استفاده کردی دو، باز بر دو تایپ کردی، باز بگی عکس دو شماره تماس تو اینی کاره اجازه برات نمیده. حالا میتر ریلیشنشیپ برقرار بکنیم نمیده. پس من ریلیشنشیپ از اینجا از تیبل ادمیشن برای تیبل استودنت پی اینفو برقرار میکنم. چرا؟ چون اول دیتا در این انتری میشه، نه از اون خاطر اولویتی در دیتا رو در نظر میگیری، باز ریلیشنشیپ برقرار میسازی. پس من از بالای آیدیش چپ از ماوس میگیرم، بالای آیدی نمبر رها میکنم. اینجا که رها کردم باز میگم آیدی بالای آیدی نمبر و بعد این خاصیت ها رو میگم داشته باش. انفورس referential integrity، cascade update، cascade delete، one to one، یک به یک. چرا؟ به خاطر که هر دوش پرایمری کی داره. پس هر دو فیلدی که با هم تیبل ها رو جوین میکنه وصل میسازه، هر دوش پرایمری کی داشته باشه
و همچنان دیتا تایپش یکسان باشه. یم نمبر گرفت و میرم نمبر گرفت. نامش مهم نیست که آیدی نمبر است، آیدی است، نامش مشکل ایجاد نمیکنه. فقط دیتا تایپش باید د سیم باشه، یکسان باشه. یعنی حالا اگه مشکل داشته باشه باز اینی چیز نوشته نمیشه اینجا. تو که بیایی نوان تو نوشته میشه، نوان تو مینی خالی میایه اگه اشتباه کرده و دیتا تایپ مختلف باشه. درسته؟ سلام بفرمایید. پس میم از اینجا کرییت کلیک میکنم. حالا به عدد یک اومد، یک اینجا اومد، یک تا یک اینجا. یعنی یک آیدی که اینجا تعریف مونی فقط یک بار مجاز است که اینجا استفاده شه. دوباره اجازه نمیدی که آیدی تو تکرار درج بکنی. خب دیگر ریلیشنشیپ ها باز چیه؟ وان تو مینی است نوعیت دیگهش. نوعیت دومش چیه؟ وان تو مینی، یک بچند. یک بچند مثل رابطهش محصل با کورس. یک استودنت میتونه چی؟ 2 کورس، 3 کورس، 4 کورس بگیره. 4 مضمون، 5 مضمون میخونه، مشکل نداره. و یک برعکس بگیم یک کورس توسط چندین محصل خوانده میشه. یعنی مثال های رابطه چی است؟ یک بچند است. وان تو مینی. که در وان تو مینی یک تیبل پرایمری کی داره فیلدش؟ یک بفرمایید. یکش پرایمری کی داره، یکش پرایمری کی نداره. یک پرایمری کی نداره باز برای میگیم فورن کی. فورن کی. یک پرایمری کی داره پرایمری کی میگیم، و کی نداره باز برش میگیم فورن کی. درسته؟ پس در ریلیشنشیپ وان تو مینی تیبل یک پرایمری کی داره و پرایمری کی برش گفته میشه تیبل. و بعد فیلد مقابلش پرایمری کی نداره میگیم فورن کی. فورن اما فوریان کس نه خارجی، اون مو قسم است. کلید خروجی برش میگیم. این کلید اصلی، کلید خروجی. این میشه وان تو مینی. باز این چند تا وان تو مینی کار شوه؟ مثلا 2 تا وان تو مینی شوه نه؟ وان تو مینی. باز چی تشکیل میده؟ مینی تو مینی تشکیل میشه. مینی تو مینی. پس مینی تو مینی در اصل نوعیت ریلیشنشیپ نیست. چند تا وان تو مینی که کار شوه بالاخره چی میشه؟ مینی تو مینی تشکیل میشه. یعنی سیکو اینی میشه وان تو مینی. چون اینی پرایمری کی داره کورس نیم، ولی کورس پرایمری کی نداره. اما دیتا تایپش یکسانه. هم شارت تکست گرفته بودم، اینم شارت تکست. دیتا تایپ که مختلف باشه ریلیشنشیپ برقرار نمیشه. درسته؟ اگر سوال آمد دیتا تایپ مختلف میتونه ریلیشنشیپ برقرار بسازه؟ نه. دیتا تایپ باید یکسان باشه. مثلا من اونمو تو نمیشه که تو از این ببری بالای زیر ها بکن. اونمو که کلید داره، اونمو بالای زیر ها بکن. پس من چپ کلیک از ماوس فشار بگیر ببین، اینجا ببین. دقیقاً در بالای کورس رها میکنه. باز این نشان میده که اشتباهی رها کرده باشه، باز این نامش تغییر میکنه. ببین میگه از تیبل کورسیس بالای تیبل ادمیشن، از فیلد کورس نیم بالای فیلد کورس ریلیشنشیپ برقرار میشه وان تو مینی. چرا وان تو مینی؟ به خاطر که اینی پرایمری کی داری نداره. اگر مثل از این میبود نه سه که اینجا یم پرایمری کی داشتی یمی هر دوش پرایمری کی داشته باشه 100% وان همیشه وان تو وان است. یکش پرایمری کی داشته باشه دیگهش نداشته باشه و چیه وان تو مینی. خب این ویژگی رو باید داشته باشه. این فورس اینفرنشیال اینتگریتی رو تیک مارک کنی ریلیشنشیپ برقرار نمیشه. کسکید آپدیت اگه بگیری مثلا فرض کو کورس تغییر کرد نامش نی یا کورس برگزار نشد یک تعداد کم است برگزار نمیشه. برو مثلا نوشته میگه کنسل یا مثلا با تعویق رفته. و بعد باید اینجا هم تغییر بکنی. یعنی آپدیت اینجا آپدیت شد یا آپدیت. اینجا اگر تغییر دادی اینجا هم تغییر بکن. آپدیت دیلیت میکنی دیلیت هم شد. مثلا کس منصرف میشه ثبت نام نمیکنه تو دیتاش دیلیت میکنی. نشه که نام از دبانی کورس ها باقی میمونه. بعد از کورس هم دیلیت شد درسته؟ یعنی دیلیت کسکت دیلیت ریکاردز. و بعد کریت. حالا که فرق میکنه اینجا عدد یک اومد اینجا بی‌نهایت اومد. بی‌نهایت چی معنی لای تناهی؟ یعنی برات میگه که یک دانه کورس که تو نوشته بکنی مثلا کورسی ICDL به نهایت محصل میتونه کورس ICDL انتخاب بکنه. محدودیتی وجود نداره. از خاطر میگه وان تو مینی یک بچم. و بعد از تایمینگ هم میگم برای فیلد تایم رها میکنه. ببین از این تیبل از این فیلد ای فیلد. و بعد ریلیشنشیپ وان تو مینی. یعنی حالا اینی میشه چی مینی تو مینی دیگه چون دو تا وان تو مینی شد نه. پس چند تا وان تو مینی که ایجاد میشه مینی تو مینی. و بعد میم تیچر نیم برای فیلد اینستراکتور رها میکنه. ببین نامش کاملا مختلف است فرق نمیکنه. دیتا تایپ یکسان است ریلیشنشیپ برقرار میشه. اینجا حتما دقت بکنین که نامش نوشته شده نشد حتما دیتا تایپ تو مختلف گرفتیم. و بعد این خاصیت ها رو میگم داشته باشه درسته.
خب اینا رو ببین. خب میرم پس وان تو منیو کریت کلیک میکنی و بعد ریلیشنشیپ ها برقرار میشه. یعنی این باید سیف شود. پس می اینجا بالای بٹن سیف کلیک میکنی یا کنترل اس کیبورد پرس میکنیم و بعد کلوز میزنی این بسته میشه. یعنی پس میتونیم دیتا ما انتری کنیم. یعنی باز یک باز ترتیب مهم است. نمیتونیم در هر تیبل در البته تیبل استودنت تیبل ادمیشن در تیبل ادمیشن من نمیتونم که چیکار بکنم یک محصل ثبت نام بکنم. چرا؟ چون ما هنوز کورس ها رو مشخص نکردیم. ببین تیبل کورس خالی است، دیگه تیبل تیچرز خالیه، تایم خالی. اینا اول باید مشخص شه، باز بعد از مثلا شاید خیلی جاها میرین شرکت ها یا ادارات دولتی و بعد میگه مثلا نامتون در سیستم نرسیده، آیدی نرسیده یا مثلا پانتونا. یعنی چون دیتابیس ها اینجا هست کارمندا دسترسی نداره با ساختارش، نمیتونه آیدی براتون تعریف بکنه. مثلا آیدی باید از مثلا کانکور، مثلا آیدی باید از طرف وزارت تحصیلات عالی تعریف شه براتون و بعد باز 15 میتونه شما را اونجا ثبت نام بکنه. اینا لازم خاطر است، اونا صلاحیتش نداره چون اونا ادمین نیست دیگه، در ادمنستراتور دیتابیس نیست. اینا لامون موضوع است. ببین اینجا ما کس نمیتونم ثبت نام بکنم چون هنوز کورسی تعریف نشده، تایمی تعریف نشده در سیستم و همچنان استادی هنوز مشخص نشده. اینجا ببین آیدیش نوشته میکنم، آیدیش مثلا 101 است و بعد نامش احمد است، احمد و بعد کورس آی سی دی ال میخونه، فیسش 2000 و بعد تایمش اینجا نوشتم 7 AM درست و بعد اینستراکتورم نوشتم میگه مثلا جاوید. ببین ایرور میدی که انتر بزنم که اجازه بدید بیم روی بعدی، درسته؟ تا این قبول نشه روی بعدی فال نمیشه. میبینی اینجا من کلیکم نمیتونم که یک نفر دیگر ثبت نام کنم. یه روش هم که بخونیم میگه که you can't add or change a record because a related record is required in the table courses. میگه ریکاردی که با این مرتبط باشه در تیبل کورس وجود نداره، پس نمیتونی که add or change بکنی. خب ما ایرا اوکی میگیرم، میتونم معلق میمونیم. پس میم تیبل کورسی رو باز میکنم، میگم بله این کورس آی سی دی ال تعدادش کامل شده، شروع میشه آی سی دی ال و بعد چند کردیت. خب من مثال میگم این مثلا 50 کردیت است و بعد رفرنسش هم مرتبط با آی سی دی ال جی آی مثلا و بعد کمپسش هم مثلا کمپسی برچی باشه. ببینید ساب اینجا ثبت شد، دمی که دیشان چه میکنی ثبت میشه. بهتره کنترل اس هم بزنی که سیو هم شه و بعد بیاد ادمیشن. ببین اینا دیتابل اینتر میزنه. خب باز ایرور میده ولی این بار ایرورش کورس نیه، تایم است، تایم وجود نداره چون اینا ارتباط داره. نه خب پیشتر ما چیکار کردیم؟ از تایم فیلد تایم بردیم بالای فیلد تایم ادمیشن. نه پس اول باید دیتا درچه. پس تیبل تایم رو باز میکنم، اینجا تایم رو میرسانم، میگیم بله 7 AM سنفیش تشکیل میشه. یک تایم دیگه هم میرسانم مثلا دیگه 4 PM باشه. اینا دمی دو تایم به نهایت محصول میشه ثبت نام شه. کنترل اس بزن باز بیاد میشن اینتر. خب باز ایرور میدی، این بار به خاطر تیچر است چون نام استاد جاوید میگه کدام کس در سیستم نیست موجود. خب من میگم پس تیچرز رو باز میکنم، میگم بله به نام استاد هست تیچرز و بعد دیگریش هم ماستر مثلا و بعد شماره تماسش هم اینجا شماره تماس نوشته میگه. کنترل اس بزن اینا رو ببین ثبت نام انجام میشه به خاطری که همچون دیتایی وجود داره یا قبل از قبل چی شده در دیتابیس تعریف شده. ببین اینا به نهایت محصل میتونیم در اونمو کورس آی سی دی ال یک کورس دو تایم یک نام استاد دو ثبت نام جدید که باشه. باز کورس جدید باید بره اول در تیبل کورس برای مشخصات درج کنی. البته دیگرایش هم لازم نیست یا منداتوری نیست که تو تمام شه. یعنی مثلا کردیتش بنویسی ایره بنویسی، فقط نامش مهمه که نامش برسه مثلا کورسی گرافیک دیگه خلاص دیگه دیگرش پسان میتونی تکمیل کنی. یعنی فقط نامش مهمه، تو نیست که کلی فیلداش لازمی باشه، درسته؟ فقط نام برسه. مثلا استادم که فقط نامش برسانی دیگری و شماره تماس پسان درس بکنی مشکل نداره، فقط نامش مهم است برسه که اینجا بتونه ثبت نام بکنه. یعنی باز ببین علامه مثبت اومد، دیروز وجود نداشت. یعنی بالای مثبت کلیک و تیبل دیگه باز میشه سعی کن. یعنی تیبل استودنت پی اینفو باز شده. ببین یعنی شماره تماس چه درج می‌کنی؟ شماره تماس محصول 78 ایمیل چه احمد @gmail.com و بعد فوتو عکس چه باز اون دیروز خواندیم راست کلیک مونی انزرت ابجکت
خب پس آن بازی آسان تر میشه، با یک کلیک عکس آپلود میشه. حالا باید بیم کریت فرام فایل براوز و بعد اینجا صفحه دسکتاپ انتخاب بکنم و بعد یک عکس میگیری اوکی میزنی، درسته؟ عکس آپلود میشه. خب اینال ببین من 2 شماره تماس درج نمیتونم برازی. یک شماره تماس درج کردم، باز فرم محصول میبینیم که 2 شماره تماس آورده. اینجا ما یک جای شماره تماس داریم. اینال این قبول نمیکنه که میگیم یک شماره اتصالات بود این امتحان است مثلا. و بعد ایمیلش خب مشکل نیست، شماره تماس. ببین حالا قبول نمیکنید. انتر بزنم ثبت نمیشه. ببین ایرورش هم که بخونی اینجا میگه که because they would create duplicate values in the index primary key. به خاطر تکرار ایجاد میکنه، درست؟ از اون خاطر امکان نداری. و ما اوکی پرس میکنم، مجبور دیلیت بکنی که قبول نمیکنه. یعنی تو اگر میگی که 2 شماره تماس در چه باید کالم بساز، نوشته که فونی 1 فونی 2 کالم بساز، مشکل نداره. ببین من کالم میسازم در زمین کنترل اس، یعنی بازی رو قبول نمیکنه، مجبور تیبل رو بسته کنم، درست؟ اوکی که دیلیت شد یس بگیر باز بعدش. خب یک بار کل تیبل رو بسته میکنم، برای کلوز کلیک کن. یعنی سعی کنم تیبل چی رو باز کنم، استورنت پین فور، درسته؟ دیگه باز بکنم. خب ببین اون یک شماره تماس درج شد دیگه قبول نمیکنه. پس اینجا فونی 1 باشه فونی 2 باشه که ما 2 شماره تماس میتونیم درج بکنیم. ببین دوباره قبول نمیکنه، باز اینجا ما که درج کنیم 101 دوباره درج میکنه. اینجا شماره تماس امتحان چه می‌نویسم؟ او از داخل از اون تیبل بود، این بار از داخلی از خود تیبل مستقیم باز کردم. تیبل استودنت پی اینفو رو باز کردم. و بعد اینجا ایمیلش نوشته میکنم، ایمیلش. خب ایمیل لازم نیست فون. حالا ببین از اینجا قبول نمیکنه. مجبور دیلیت بکنید. خب اینجا باز دیلیت هست در تیبی هوم که بیایی و بعد اینجا گزینه دیلیت. و بعد اینجا میگم چی است؟ بالای دیلیت نه دیلیت ریکارد کنیم، کلام خوب آیدی باز دیلیت میشه، ریکارد کلیک رو بازو حذف میشه. و تا میرم فکر کنم ببین شماره تماس انتخاب بکنم، یعنی اینجا یک بار کلیک کنم ریکارد بسته انتخاب شه. خب نه قبول نمیکنه، یعنی اگر پاک کنی باز نمیشه. ببینید پاکم کردم ولی باز قبول. مجبور دی حالت چیکار کنی؟ تیبل بسته کن، کلوز بزن، اوکی. باز یاس انتخاب کو بازو حذف میشه. یعنی دوباره باز کو حذف شده. خب اینا اگر خواست 2 شماره تماس قبول بکنه باید 2 دونه کالم بسازیم. بس برای این کار می تیبل چیکار میکنم؟ ویو دیزاین ویو باز میکنم. دیزاین ویو که باز کردنی باشه فونی 1 بعد باز اینی ایمیل انتخاب میکنم و بعد انزرت رو، درسته؟ اینجا باشه فونی 2 یعنی میشیرم نمبر، یعنی 2 شماره تماس قبول میکنم، کنترل اسپیس میکنم و بعد باز میم دیتا شد. یعنی میتونه که یک محصول یک آیدی 2 دونه شماره تماس داشته باشه، ولی او تو نمیشه که تو د 2 رو درج بکنی، چون به خاطر آیدیش دوپلیکیت میشه، ریلیشنشیپ داره، قبول نمیکنه. اصلا یک مشخصات محصول از اینجا باز میشه، بالا مثبت کلیک کنید نام کورس کل مشخصاتش، چون ریلیشنشیپ داره یک تیبل از داخل تیبل دیگه هم باز میشه. خب ما پس میم چند نام استادم اضافه میکنم، تیچرز میگم یک استاد به نام جاوید بود، یک دیگه‌اش به نام رحیم است و بعد دیگریش بچلر است مثلا. و بعد باز اینجا شماره تماس رو درج میکنیم، شماره تماس باشه درسته. یعنی باز میریم محصول ثبت نام کنیم. خب کورسیس باز که اینجا میگم دی آی تی است. دی آی تی دیگه هم مشخصات درج کرده، خوب نکردی پس آن هم میشه. یعنی پس میم تیبلی ادمیشن خب 102 درسته. یعنی اینجا 101 هم گرفتن نمیتونی، 101 هم قبول نمیکنی چون یک بار استفاده شد. این خوبی داره تکرار قبول نمیشه بس. و بعد اینجا نامش نوشته میکنی، نامش فرهاد باشه. و بعد کدام کورس میخونه؟ دی آی تی میخونه، اینی قفیس پیمنت کرده. و بعد تایمش 4 پی ام تایم داشتیم درست. 4 پی ام. و بعد باز اینستراکتورش هم رحیم. حالا قبول شد ببین آمد روی بعد. آیدی 103. باز فوراً چیکار می‌کنیم؟ اینجا بالای مثبت کلیک مشخصاتش هم برسان دیگه. شماره تماسش رو برسان. با شماره تماس 2 نداره میتونی خالی بگذاری. ایمیلش نوشته میکنم @gmail.com. و بعد عکسش هم خواستی آپلود که نخواستی فعلا لازم نیست. خب مشکل نیست. و بعد بالای منفی کلیک و پنهان میشه. باز بیا شخص سوم آیدی 103 است. یک نام نوشته میکنی زهراست.
و بعد آی سی دی ال میخوان این فیس پرینت کرده و بعد تایمش هم 7 خب اونجا 7 AM است میشه زوم اوت کنیم پیداش و بعد تیچر نمیشم دوباره جاوید داشت و بعد آیدی 104 درسته نامش عمران است و بعد یه هم دی آی تی میخوانه این قصد فیس پرینت کرده در تایم 7 AM است و بعد تیچر نیم دیگه بی نهایت محصول دیگه ثبت نام میکنه مثل اکسل نیست که شیت پر شوه یا تیبل پر شه تا حافظه کامپیوتری باشه استوریج داشته باشه دیتا میتونه دیگه درس بکنه خب این حال سعی که خوب ریلیشنشیپ این تجزیه هم کرده مثلا کورس باز کو کورسی سه تیبل چی سعی که مثلا دی آی تی چند نفر ثبت نام کرده اون 2 نفر پس اون باز تعدادش هم حساب میکنه کی ها هستن میبینیم مشخصاتش یعنی فیلتر شده نه با اساس کورس گروپ شد و بعد آی سریال 2 نفر ثبت نام کرده مشخصات چی مثلا احمد کار داره بالای مثبت که میخوای ایمیل بزنی یا زنگ بزنی بهش اون کلی مشخصاتش باز میشه خب بازم فعلا پیچیده یکم باز اون فرم ساخته شده خیلی آسان پیدا میشه کیوری میخوانیم جستجو میکنی خیلی دقیق پیدا میکنی و بعد تایمر که باز کنیم تایم سا باز کن مثلا 7 AM چند نفر ثبت نام کرده اون 3 نفر ایناست و بعد 4 PM 2 نفر 1 نفر ثبت و بعد باز بیاد تیچرز مثلا می استاد چند تا شاگرد داره اون 2 نفر است و بعد دوباره تیچرز باز کن بالای مثبت کلیک کن مشخصاتش نشون حتی مشخصات ببین یک شاگرد میتونه از داخلی تیبل تیچر باز بکنه یعنی فوراً تغییر میکنه چون با هم چه ریلیشنشیپ داره یا لینک است با هم پس یعنی میتونه هر قدر دیتا خواسته باشی داخل تیبل ها ماشی بکنیم انتری بکنیم خب این از ریلیشنشیپ بود همین قسم برقرار میشه بگونا روش کاری قسمی است که اگه میخوای کسی کورس جدید ثبت نام بکنی باید قبل از ثبت نامش باید اونم کورس اینجا باید ذکر بکنی نام کورس اگه استاد جدید است باید نامش ذکر بکنی اگه تایم جدید است باید ذکر در غیر صورت با سیستم قبول نمیکنه و بعد دیگه ثبت نام نمیتونه باید قبل دو تیبل ها باید تعریف شه خب بعد از تیبل کیوری است ببین کیوری خب دیروز هم گفتیم یک کاربردشه یا چند قسم ساخته میشه از اون خاطر به نام کیوریس برش میگه کیوری کس برای چی استفاده میشه برای انالایزینگ استفاده میشه درسته انالایزینگ دیتا انالایزینگ برای فیلترینگ بابا می انالایزینگ میشه دیگه فیلترینگ و بعد مهمتر از کالکولیشن برای این کارا از کیوری ما استفاده مثلا نمال تیبل ادمیشن اگر باز بکنم ببین حالا نفر کم است 4 نفر ممکن 100 نفر ثبت نام کرده باشه و بعد لازم است که ما با توتال فیس جمع بکنیم نه یا تخفیف میخوای بدیم است جدول اکسل یعنی کارا رو میتونم توسط کیوری ما انجام بدیم یا فیلتر میگینه نمیشه کال کورس ها میکس اومده به اینجا میخوایم برای هر کورس کیوری ساخته شه جدا نشان داده شه خب پس من تیب کریت و بعد کیوری دیزاین زردش آسانه داخل کار نه دیزاین چی مهم است کیوری دیزاین خب این اضافه است این کلوز کو و بعد اگر اینی بسته بود باز بیا چیکار کنی اد تیبلز برای اد تیبلز کلیک میکنم و بعد ببینید تیبل ها لیست میشه برای اسم تیبل ها لیست میشه اینا هر تیبل خواسته باشی میتونیم به این چیکار بکنیم ازش کیوری بسازیم پس من تیبل ادمیشن اول کلیک کن اینجا اضافه میشه اما دیاگرامش دیگه درستش یا بگیم شکلش یعنی حال سعی کنی فیلد داره باز کیوری که هست اینی قسمت باشه کوچک کنم اینی کیوریه یعنی کالم‌های خالی رو می‌بینی جدول خالی اینی کیوری پس اینا هر کالمی از جدول باید به در کالم کیوری قرار بگیره قسمی نحوی کاری پس ما آیدی رو چپ کلیک از ماوس میگیرم اینجوری ها میگم استودنت نیم اینجا میارم و بعد کورس مثلا اینجا آوردم یک کالم خالی موند خب مشکل نیست یک کالم میتونید دیلیت کنیم کلیک کو این دبالا نوشته است دیلیت کالم اینسرت کالم و بعد باز فیل میارم اینجوری ها میگم و بعد تایم هم اینجوری ها اینستراکتور هم اینجوری ها یعنی حالا کیوری که است رن میشه مثل کد پس اون کد میخوانیم کدم که زده باشیم همین قسمه یعنی قبل از ذخیره کردن چه یک بار اجرا منی تست منی یک بار امتحان منی کامی درسته قسمی تو میخوای اما کار کرده داره یا نه اگه داشت ذخیره میک نداشت خب مشکلش حل منی دیگه دوباره کار نمیشه پس رن میشه درسته کیوری موقتا یک بار اجرا میشه باز میشه خب حالا رن کلیک بکنیم ببینیم کیوری مثل تیبل است دیگه
اینا هیچ فرق نکرده، فقط ببین تیبل ادمیشنم که باز کنم، تیبل فقط چی داره؟ مثبت داره، کیوری مثبت ها رو نداره. این شکلی کیوری مثل تیبل، ببین ظاهریش مثل تیبل، آمینال ببین کارکردش باز فرق کنه. پس تیبل بستم و بعد کیوری که باز است ببین اینو سویچ میکنی به دیزاین ویو، اینجا کلیک کن دوباره می در حالتی که ما دیزاین بکنیم بسازیم. فیلدار میتونیم پنهان بسازیم، ببین یعنی فیلد نباشه نباشه. حالا ببین اگه رن بکنم دو دونه فیلد در کیوری نامد، استودنت آیدی و استودنت نیم. دوباره باز بیاد تیک مارک بزن. الان میخوام فیلتر بکنم، درسته؟ میخوام در یک کیوری کسایی باشه که اونا کورسی ICDL میخوانه. پس ببین کورس اینجاست نه. و بعد روی اس برام کرایتریا هست، اینج همیشه شرطا رو ما در روی کرایتریا میگذاریم. مثل در اکسل هم قسم بود نه، فانکشن ها کرایتریا رنج بود، کرایتریا خصوصا هم سمیف و کانت کرایتریا هم خود شرط. پس اینجا تو احمد نوشته که فقط احمد نشان میده. پس این ما کورس ها نوشتم ما ICDL، حرف کوچک بزرگ فرق نمیکنه، اون دبل کتشن خودش میگیره. حالا ببین اگر رن بکنم فیلتر میشه، کسایی نشان میده که اونا کورسش ICDL باشه. و بر ذخیره هم کنترل اس به نام ICDL. یعنی ببین کیوری ساخته شده. این تیبل بود تانوس، این بار گروپ دیگه آمد به نام کیوری. یعنی هر کسی که ثبت نام بکنید اینجا و فوراً چی میشه؟ ICDL اگه باشه فوراً در اینجا اضافه میشه. باشه ما از DIT رو بسازم باز یک نفر ثبت نام کنه. پس میم تیبل کیوری دیزاین بازم و بعد تیبل از اینجا اد کو طرف چپ تیبلز بگیر ادمیشن دبل کلیک رو اضافه شه و بعد دبل کلیک کل فیلداش انتخاب شه، باز میم در پایین. یعنی پس میم در قسمت کورس در کرایتریای کورس این اینجا درسته. یعنی اینجا باز نوشته میکنم که DIT باشه و بعد یک بار رن کو ببینم کسایی در این تیبل قرار میگیرن که کورسشون DIT باشه. خب اینو کنترل سیو میکنم به نام DIT. اوکی کنترل دبل بستم. یعنی سعی کو DIT دو نفر است نه کیوریش. من میگم تیبل ادمیشن یک نفر ثبت نام کنه، میگم آیدی 105 است و بعد نامش مثلا چی است؟ نامش مثلا قاسم است و بعد DIT میخونه و بعد این مقدار فیس داره، این مقدارم خب تایمش 7 AM باید همون تایمای موجود باشه و بعد تیچر نمیشن اینج نوشتم. سعی کنم کنترل اس بزن اتوماتیک دیتا اینجا انتقال کنه. فورا قاسم نامش دی کیوری مام. اینا مثلا تو من تیبل اسید کیوری ICDL بازم از اینجا هم دیتا اینجا میشه. ببین کیوری ICDL آره یک بار آیدی ببین در چند دسته در 105 رسیده نه. ببین از طریق کیوری میتونه دیتا اینجا بود. اینا کیوری ICDL بازه. من اینجا نوشتم که 106 نوشتم که نامش وحید است و بعد DIT. یعنی شاید فکر بکنیم اشتباه بگیره به خاطری که برای ICDL است من DIT ثبت میکنم، مشکل نداره. یه باز مورد بخش DIT قرار میگیره. ذخیره میشه در بخش DIT مورد. در اینجا ذخیره نمیشه. ببین فیس و بعد تایمش و بعد تیچر نمیشه. ببین یعنی حالا که می کنترل اس بزنم بعد رفرش بزنم ببین که از اینجا پاک شد، چون این مربوط به ICDL است نه. ببین در تیبل ثبت شده اینجا اومده با نام وحید و بعد اگه کورس چه DIT رو باز کنی اون در اینجا اومده. پس این خوبی دیتابیس از هر بخشی که تو دیتا انتری بکنی خلاص آدم یک منبع واحد چی میشه؟ ذخیره میشه. تیبل ها کلا ذخیره میشه یا تغییرات هم که بیاری کلا در هر قسمتش باز تغییر میکنه. خب اینی بود درس امروز. ادامه کیوری رو باز جلسه بعدی میخونیم، فردا میخونیم. سوال اگر باشه نیست